Assalomu alaykum aziz mushahidin. Imroz ma dar tarafxonayi Joziba barای تبریک کردن جشن زادروز مادر عزیز فرستقبال آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان از نام جمشیدک دلزایتی دلبرایتی و از مسافرت از نام نوروزایتی برگزار می‌کنیم. لحظات قسمتی شادیانه را همراه شما با هم ببینیم. باشه با کیشم رفتیم. مهمانان عزیز السلام علیکم. مهمانان طرفخانه جاذبه هر یکی شما را به امروز طرفخانه زیبا و پرشکوه خوش آمدید میگوییم. برای ما شایسته خدا لازم هستند که امروز جشن زادروز دارند. برایشان اگر بمانند باشه یک قرصک بزنیم و نظارت تکلیف میکنیم. مرحمت شایسته خدا شما تکلیف میکنیم. شایسته خدا شما تکلیف میکنیم. زادروز مبارک باشه. شایسته خدا زادروز مبارک. روز تولد را امروز میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگیم. گفتم که یک تا فرصت کنه ابی جانم کدام ما یک نام برام کنه گفتم از نمی که آمدیم شما تبریک کنیم. البته از نام فرزندان عزیز از نام نبیره های شیرین بگویند مادر عزیز ما گل ثبت خاندان ما هستند. پیش از سخنهایتان را ثبت کردن یک گلدسته زیبای انتخاب کنید و در دست مادرم گلدسته را تحفه سازید. بگذار که مانند خودشان زیبا باشد. گل ثبت خاندان ما هستند. علمی گلدسته زیبا را از نام فرزندان قبول کنید. زادروزتان مبارک باشد. مرحبا. بگذار شایسته خدا مانند همین گلدسته زیبا همیشه شکوفان باشد. آغوشتان پر از زیبایی، دماغتان پر از خوشبویی باشد. امروز شما را از نام فرزندان از نام جمشیدک فرزایتی دلبرایتی از مسافرت از نام دختر نازنینتان نوروزایتی تبریک میگوییم. میگویند نوروزایتی بیجانم به هزار رحمت. بیجان من مهربان من هستند. سری من به مشکلی های زندگی آمد، پستی های زندگی آمد، تنها ماندم. آن روز که خودم تنها ماندم پشتی من به کوههای بلند شدن. مناره های بلندی سمرقند برای پشتم به ایستاده گفتند که دختر نازنینم تو تنها نیستی با همراهت هستیم. خدا با شکر بودگیشان با شکر. صد افسوس که دادا جان عزیزم امروز قید حیات نیستند. خدا رحمت کند فضل دین بابا را که امروز در قید حیات نیستند. برای دادا جانم همروز یادآوری کنید و بگید که ای پدر جان عزیزم کردی از عالم سفر. سایه بودی بر سرم همچون درختی پرثمر. با دعای خیر یادت میکنم شام و سحر. نزد خلاق جهان باشی همیشه معتبر. خدا رحمت کند شایسته جنت کند پدر عزیز را. مادر جان من بعد از گذشتن دادا جانم ما یا تنها نگذاشتم و البته هم پدر شدن هم مادر شدن در سر ما فرزندان دعاگوی شدن. امری تقدیر بود است که من هم تنها ماندم. از آن روز من که مسافر گشتم فرزند خردی من دختر نازنین من 4 ساله بود. من امروز 8مین سال است که من مسافری و میگردم. برای دختران من هم پدر شدن هم مادر شدن. جای من نشان ندادن. من که مسافری و میگردم دلم پینج و پور است که در دست دعای نیک مادرم هست. بیجانم بگوید که هزار رحمت. من اگر امروز امکان می داشتم 10 دقیقه باشد هم یادشان به ایستاده آغوش کرده بیجانم از آن روی پر از نورشان بوسه می زدم.
از آن دستان نازنینشان بوسه کرده از بوی بهشتیشان نفس میکشیدم، یاد کردم و خدا که یاد کردم بی جانم آن چهره زیبایشان، آن دعاهای نیکشان یاد کردم. مسافر به چقدر زر و زیور رو دیدیم، لیکن یگان تاش با یک موی سفید مادرم برابر نشد. دلم خواهد روان بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. شایسته خدا امروز از نام نفاست بانا، مرجان بانا، پروین بانا شما رحمت بگیم که جای دادا جان بی جانش را نشان نداده، خودتان را مردی بداشته آنها را کلان کرده، صاحب بخت کردید، توی کردید. خدا کند از پشت فرزند و نبیره ها حضور و حلاوتی هر دو دنیا را بینید. خداوند کریم برای شما سعادت هر دو دنیا را نصیب گرداند. فرزندان میگویند شخصا همراهی نوروزیتی صحبت کرده، میگویند خدا کند مادرم را به زیارت کعبه فرستانم و به صف حاجیان سمرقند باز یک حاجیانه زیاد شوند. در آن روز در خاندان زیبایمان حج آشی کنیم. چقدر که داداجان و بیجانم مهنت های حلال کردن، چند سالها خواب نکرده فقط مهنتی حلال کردن و ما فرزندان را صاحب بخت و آینه کردن. همیشه صحت سلامت باشد، در زیر ما دعاگوی باشد. و البته از همه فرزندان شخصا از همه نوروزیتی در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاتری که با نام کتاب قرآن است پیشکش شما میکنیم. زادروزتان میلاد عمرتان مبارک باشد میگیم. مرحمت قبول کنید. من اگر خوبم داید پشت دنیای من است، موسیقی دستان گمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود. و البته از نام نبیره های عزیز، از نام نفاست بانا، مرجان بانا، پروین بانا، شخصا از نام نوروزیتی زر و زیور زیبا برای مادر عزیزشان، گوشوارهای طلا، انگشترین طلا بذارانید خداتان برای نبانا، بذارانید انگشترینشان بذارانید برای نجات. مبارک باشد. قسم توی دلیل زندگی بودم، مادر همه جا تنم، شوق نفس کشیدنم، به بوی تو قسم توی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. زادروز مبارک. امروز همراهی نوروزیتی صحبت کرده میگویند که از همه دیده خواهر ما دلبرایتی خرسند امروز خوشبخت. همه ما فرزندان میخواستیم که بجای انمی خواهر ما شویم و روزی زادروزشان با مادرم آغوش کرده، تبریک کرده، بوسه ها زنیم. از آن روی پر از نورشان یاد کردم و خدا یاد کردم برای مادری من رسانید که ای خدا تکیه‌گاه هم مادرم را زنده دار، زیب گلزاری حیاتم مدام پاینده دار، سروری یکتایی گلستانم مادرم است، سایبانی شادی و غم در حیاتم مادرم است. بود و نبودی من بعد از خداوند باوری میکرده که انسانی من این بیجانی من هستم. همیشه صحت سلامت باشن و البته طریقی تلفن ها گپ زنیم، علی همون تلفن ها شکل نشان قاطی نکنند گفته برای شما باز یک تلفن توفا آوردیم. مبارک باشد. زادروز مبارک. دلبرایتی امروز یک تا خودتان شروع کرده از نام خواهر و برادرتان یک تا تبریک کنیم بیجان و مرحبا. نبیره ها مرحبا.
olsunlar. Charchamang, so'q bo'ling, salomat bo'ling. Bizlar baxtimizga hamisha ana shunday gulday ochilib yuring. Bizlar yoningizda bo'laylik. Uzoqdagi ukangiz nomidan ham tabriklayman. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Hamma vaqt bizlar boshimizda bosh bo'lib, onamizni yurtida ona bo'lib, sog' bo'lib nevaralar, o'g'il qizlar huzurini ko'rib, yaxshi kunlari ko'rib yuring. Assalomu alaykum. Onajon, shuma sal badale chi niyatidagi boshqa niyati tomlarasa sari mo'min sog' salomat gardi. Sari kiyim va sari qo'pol qilib va sari hamma mo'min sog' salomat gardi. Quloq bari xushli shuna gardi. Rahmat. Mardum dilbaroyte naberaha yana shuma naziktar mislim. Shirini dorim. Imro'za tortro yakjoy mubrem azon tanovul mubrem. Marhamat, zodringiz muborak bo'lsin. Ana yakjoy naziktar mislim. Marhamat. Muborak bo'lsin. Собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой не всегда весло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Shoistaxona 120 shagird. Xudo kunatki dar sari farzandon hovujiyona shuna soyabon sari farzandon shtaganlik. 120 سالگی تا با آمد عمق در رسانه‌های کلان سمرقند شما تبریک کردن نصیب کند. ما باشد دعوت را به اپراتور می‌دهیم. با دقت یکایک شما عزیزان تشکر می‌گوییم. از همه گنجینکی وقت است و عمر است. و لحظه‌های شما را کمی اش را گرفتیم. بزرگ می‌خواهیم اشتهاهای تمام و این طرف خانوار دیگر خوش آمدید می‌گوییم. اپراتور ما در خدمت هستند. تشکر برای ماموریت طرفخانه جاذبه. هزار رحمت برای دقتتان. سلامت باشید. رحمت. Музыкальный подарок для прекрасной Гулянданова, любимой. Я не знаю, что
aziz, Brezno در طرفخانه جوزیبا مهمانشده برنامه خودسندی شایسته خالا را هم به شما بیان بهم بده. با ما باشید، با شبکه شهرنامه خدای کنید. سلام.